السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، برای انسانانی که پرستاتیت دارند میخواهند تبابت بکنند، یکی از بهترین دارویی که برای انسانانی که پیشاب استفاده نمیتونند با وسیله عسل، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که عسل شفاست. کریشکش میره که میگیری بعد ایشگوی میگیری خلاص کرد بعد از طعام خوردن، یعنی قیصر طرز استعمال بله کیفیت الاستعمال چگونه ای رو باید ما استعمال کنیم برای انسانانی که پرستاتیت دارند، خنکی شو میخیلن پیشو میروند. تأخذوا ملعقة الكبيرة، يعني قشقی کلان میگیری صباحا و مساء، هم سحر و هم بیگاه، بعد اکل ماء ای مشروب دافئ، یعنی بعد از آنکه طعام که خوردیم یکی چی نمونده دسترخوان اگر جمع میکنیم، بعد بسم الله میگویم با قاشق کلان از میخوری یک تاو، بعد یک تاوش یا بیولد توی شیرگرم یا که اوی شیرگرم یا که اوی شامدی. المهم و برای انسانان که بگیم هم پرستاتیت دارن و هم اوی مردینگیشون کمه برای فرزند میفتن، همش جانب الله و اینها میتونن که سبب شن. و الموبلزه که از بهترین داروها هستن برای توبت کردن. در روز 3 بار میخوریم یا دانه کپسولا، یعنی اوی شیرگرم قطعی میخوریم و اینیشه همچنون برای هم انسانانی که پرستاتیت دارن و هم انسانانی که سنگ گرده دارن، برای همونها به نهایت منفعت خوب دارن. وقتی که استعمال میکنی هست امیره هسته و بیم سمینش بیم همی رنگ هم گندم وره همیشه هم هسته و هم هسته یا یگیبس کن به نهایت سارت خوب شد الحمدلله. میتونه که رقم روی اکران هم مسکو هم سن پترزبورگ هم یکی ترینبورگ زنگ بزنیم، هم برای حج رفتن هم میتونه انشالله زنگ بزن، رقم ها داره دای پسنی میمونون. وقتی که استعمال میکنی پیشاب تیز میره، هم توزه میکنه ارگانیسم تا و هم به سبب پیشاب رفتن سنگ گرده را توزه میکنه، یعنی هم خنکی تا میبره، هم با هم سرد هم خوابگی تا خوبتر و بیشتر و بهتر میکنه. و هم خاطر انشاءالله که برای شما ما ریکامند کرده میتونیم اینمی 3 دارو، اینجا 4 تا 3 دارو ای قطعیه، ای خدشتوکه، ایش کپسوله، ایش اوای، ایش رنگ عسله، ایش کپسوله. میتونید که انشاءالله که مراجعت کنید، رقم ها روی اکران ما در خدمت هستیم. با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله.